خوشم به ویدیو جدید. امروز برای شما یه گیم پلی از تورنمنت رسمی پابجی موبایل آوردم که تا همین یه هفته پیش هی داخل استریم میگفتم که یه تورنمنتی هست که ما داریم بازی میکنیم و داخل استریم نمیتونم بازی بکنم و به خاطر همین حتی چند روز دیر میومدم استریم و امروز برای اولین بار تصمیم گرفتم که یکی از گیم پلی خفن این تورنمنت رو برای شما بیارم که تماشا بکنید و ببینید که بازی چطوری بوده دیگه. ولی قبل اینکه طرف گیم پلی بریم خواستم که یه سری توضیحاتی رو بدم تا بی اطلاع نمونید دیگه. کلا تورنمنت چی هستش، جایزش چیه و چه معلایی داره و کلا داستان چیه. اول از همه تورنمنت پی ام ای اس هستش که 6000 یورو جایزه این تورنمنت هستش و مرحله‌ای که ما الان بازی کردیم کوالیفیکیشن بود و این گیم پلی هم از کوالیفیکیشنش هستش. یعنی اینکه کلا مثلا نزدیک 200 تا تیم اینجا بازی کردن و کلا 3 تا تیم میتونه بره مرحله بعدی. واقعا 3 تا تیم فقط میتونه بره مرحله بعدی که من رزولت رو روی صفحه میذارم. ما به عنوان تیم اول در گروه خودمون تونستیم که به مرحله بعدی بریم که مرحله بعدی هم وقتی که بازی بکنن تیم ها 16 تا تیم از اونجا میره به فینالش و فینالش هم که حالا تا 20 روز دیگه اینا برگزار میشه و 6000 یورو جایزه این تورنمنت هستش و مرحله که الان دارید میبینید، این گیم پلی که الان دارید میبینید مرحله کوالیفیکیشنش هستش که از الان بگم که تعجب نکنید. ما اگر میبینید که داخل این گیم پلی خیلی داریم راش میکنیم، خیلی عجیب غریب داریم پوش میکنیم بیش از حد اینا، به خاطر این هستش که خب بالاخره بعد پوینت میزدیم و از سر 50 تا تیم بعد خب 3 تا تیم میتونست بره بالا دیگه. به خاطر همین فقط دنبال کیل بودیم و دیگه تعجب نکنید دیگه هر تیمی می بود یعنی ما باید پوش میکردیم چون دنبال پوینت بودیم. اگر کیل نمیزدیم پوینت نمیگرفتیم و بالا نمیرفتیم و اصلا به خاطر همین شد که ما تیم اول بین سر 50 تا تیم شدیم. و بله دیگه این تورنمنت اروپایی هستش و این گیم پلی هم گیم پلی رنگل هست و امیدوارم که خوشتون بیاد. حالا مرحله بعدی هم به شما اطلاع میدم که کی شروع میشه، ولی این کوالیفیکیشنش بود و اینم گیم پلی روز دوم مچ رنگلش هستش دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد. یادتون نره که حتما ویدیو لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و کامنت انگلیسی بذارید و نوتیفیکیشن کانال فعال بکنید و وقتی که ویدیو میذارم یا استریم میرم حتما بخبر بشید. بریم با هم دیگه طرف ویدیو.